دادگاه شهر بختار ولایت ختلان با حکم خود از 3 مارس سال 2020 معروف رمضانزاده را با جرم سوءقصد به تجاوز به ناموس به 3 سال زندان شرطی با 1 سال مهلت سنجشی محکوم کرده، همچنین به مبلغ 500 نشان دهنده برای حسابها 32,000 سومانی جریمه بست. دادگاه رحمانزاده را بر اساس ماده 32 قسم 3 138 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار شناخت. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت رحمانزاده معروف رمضان شب 23 به 24 ینور سال 2022 در حالت مستی همراه رفیقانش زیایف، سمیف و رؤوپوف با ماشین شخصیش از شهر بختار با مقصد سیر و گشت شبانه در شهر دوشنبه روان شده است. در راه رمضانزاده شهروند ترکمنستان کریمووا اویگل که او را همچون پیشخدمت طرفخانه احسان شهر بختار میشناخت دیده ماشینش را نگاه داشته است و اویگل را باور کننده است که با وی به شهر دوشنبه برای سیر و گشت رفته خود همان شب باز به خانه‌اش آورده میرساند. رحمانزاده کریمووا را به محله زرفشان شهر دوشنبه برده ماشین را در جای تاریکی نگاه داشته از نبودن رفیقان نامبرده‌اش استفاده برده درهای آن را قلف و موسیقی را بلند کرده در حالت مستی خواسته است کریمووا را تجاوز نماید. کریمووا به رحمانزاده مقابلت نشان داده رحمانزاده از داد و فغان و مقابلت کریمووا ترسیده کردار قصدانه خود را به انجام رسانیدن نتوانسته است.